پس از قبول قانون اوف که 16 میلیون پذیرفته شد، سوال اساسی این است که چی کسان اوف خواهند شد؟ محکوم شدگانی که اوف نمی شوند چند سال از حکم آنها کم می شوند؟ آیا هستند محکوم شدگانی که عموما اوف نشوند و هیچ سال از حکم آنها کم نشوند؟ قانون اوفی امسال از قانونهای اوف پیشتر چی تفاوتی دارد؟ برای پاسخ به این سوالها امروز به استودیوی رادیو آزادی ادوکات یا وکیل دفاع عضو اتفاق ادوکات های تاجیکستان نصرت الله میرزایف دعوت شده است. خوش آمدید. در میان مردم یک گپ همیشه میچرخد، اوف طلایی. آیا قانون اوفی که قبول شد طلایی است یا همین مفهوم چی معنی دارد؟ این مفهوم در قانونگذاری پیش بینی نشده است، یعنی همچون واژه حقوقی نیست، در محل همچون پنهان میشود. شکل و طرز استفاده کرده اگر بگویم مردم ما آزادی را انتظار میشوند و واسه کدام کاتگوری جنایت صادر کردگی باشند خیلی طول سالها در زندان ها زحمت میکشند، برابر آنها خشونت نزدیکشون نیز زحمت میکشند. انتظاری هم خیلی قانون طلایی مفهومش و فکر من اینجا پیدا شده که آزادی هم را به واسطه انتظارند، برای هم میگن که قانون طلایی. آیا در همین قانون اوف محدودیتی هست که مثلا نسبت یک محکوم شده اگر سالهای پیشتر قانون اوف تطبیق شده باشد این قانون امسال تطبیق نشود؟ بله، به واسطه در مورد 8 محدودیت اومده است که نسبت شخصانی که پیش در اساس قانون اوف یعنی سال 2021 هفتم سپتامبر بود، اگر به همین برای صادر کردن جنایت وزین و مخصوصا وزین، تنها دو کاتگوری جنایت وزین و مخصوصا وزین اگر محکوم شده باشد این قانون تطبیق نمی‌شود نسبت به بعضی از معیارهای همین قانون بسیار پیچ در پیچ است. از جمله ماده‌هایی که نسبت به جنایت‌های وابسته به خصوصیت‌هایشان از جمله خصوصیت‌های افراطی و تروریستی دارند، وابسته به جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی دارند، چگونه است؟ تشکر. و در حقیقت هم خلاص اینجا محدودیت‌های معین است، ولی فرمایش نباید کرد که اینجا امتیاز مخصوص به زنان و نابالغان داده می‌شود. زنان و نابالغان، ولی در مورد 8 محدودیت‌های جدی مونده که در مثلا 305 306 307 یعنی مدعی هست که عموما همین قانون اوف تطبیق نمی‌شود، نه کم می‌شود نه اختصار می‌شود، نمی‌شه است. و این 307 باشه ما هم را گفتم میتونم که قانون خصوصیت انفرادی داره، نسبت هر یک شخص البته تطبیق کرده می‌شود. اگر وابسته به دیگه مدعا نباشه با گفتم میتونیم که مقصد نسبت کی چقدر تطبیق می‌شود، خیلی گفتم میتونیم نسبت یعنی هر یک شخصی مشخص گفته میتونیم، در مجموع گفته نمیتونیم. کاربر رادیو آزادی سوال داده است که مثلا پسر او از جانب چند نفر لطکوب میشه که حالا این آدمان در بازداشت پیشکی هستند و پرونده در تفتیشات است. این آدم میگه که فرزند من یعنی معیوب شده است، در نتیجه لطکوب اینها خب جراحت برداشته است و در بیمارستان خواب است و این آدم میگه که من فهمیدم که ماده هایی که علیه اینا پرونده باشده است در همین تفتیش پیشکی قطع میشه. در این حالت چی میشه؟ یعنی اون آدم ضرر دیده است، در بیمارخانه خواب است، شاید درجه معیوبی گرفته باشه، در این حالت چی میشه؟ خصوصیت انفرادی دارد. خوب میشه که میره نسبت مدام میگفتیم مدش کدام مد قدر گناهکار میکنن، کدام قسم قد کدام باند قدی، بعد ما سوال پر جواب دادم میتونیم که مغالطه یعنی اوف میشه و اختصار میشه و چیکار میشه. برای پرونده اگر موضوعش میشیده ما گفتم میتونیم میگه که قطع کردن پرونده در میله تفتیشات پیشکی از جانب مفتش با رضایت پروکورور این چگونه صورت میگیرد؟ اینجا آیا مثلا قانون خوفی و نمیبیند سوء استفاده از مقام و کورپسیا و ولی در حقیقت در اساس طلبات ماده 27 28 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان و قانون جنایی برای اوف ترتیبش رو میخواد که در اساس عریضه شخص، یعنی یک شرط اساسی در اساس عریضه شخص و درخواست ادوکات، اگر ادوکات داشته باشه درخواست ادوکات قانون تطبیق میشه. شخصی که در جستجو قرار داره نسبت آنها باشد به روزگی آنها یعنی قانون تطبیق میشه. در این حالت قرار را مفتش قبول میکنه، پروکورور تنها تصدیق میکنه، درستی هم را میسنجه، ترتیبش هم شده. پرونده دیگری که در 2 سال اخیر بسیار پر سر و صدا بود این پرونده معروف به تبادلات که در دایره این پرونده چهره های شناخته خادمان سیاسی و جمعیتی مثل همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان،
خب سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی سید جعفر عثمانزاده در حزب دموکرات، خب اکبرشاه اسکندرов سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، شاکرجان حکیمov حقوق شناسی ورزیده و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی روزنامه‌نگار و سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و همچنین روزنامه‌نگار رخشان حکیمова. خب ماده هایی که اینها بر اساس آن حکم آنها اعلان شده است و اینا در زندان هستند، خب به نظرم شما از رسانه خبر دارید. آیا اینها نسبت اینا در یگان شکل تطبیق میشه؟ خب نسبت رخشان‌ها حکیمова باشد ماده 307 نسبت ظریفی بخش 305 نسبت ظریفی ماده 305 306 نسبت سید جعفر عثمانزاده هم خلال 306 یعنی غصب حاکمیت به طور زورآور 305 خیانت به دولت. خب گناهکار دانسته آنها محکوم شدن، نسبت آنها نیز طلبات قانون تطبیق نمی‌گردد. یکی از بندهای پرسر و صدا در همین قضیه های جنایی چند سال اخیر این بندی بود که در میان مردم با نام ماده لایک معروف شد. لایک نسبت همینا، چون که خود این بند از قانون از کدکس جنایتی هم یک سال پیش برداشته شد، نسبت اینهای قانون چگونه تطبیق میشه؟ هم 307 امروز در نظر دارن، 307 در نظر دارن، یعنی 3 سال کم میشه کدومی که رفته باشه. برای هم با تکرار میکنم که خصوصیت انفرادی داره. هر یک آدم که مثلا چند هزار آدم امروز دیده وابسته به او که پیش آف شده نشده جنایت قصدانه صادر کرده نکرده، ریسیدیویست خوفناک مثلا پای در پای هم کار کرده. برای هم اهمیت مهم داره در تطبیق قانون. برای هم مهلت مونده اند ماه که پروکرور ناظر هم ترمام ببینن که کدوم شده میشه و کدوم شده نمیشه، بعد وای میکنه تطبیق میکنه. آزاد کردن شهروندان خارجی در بند یک ماده یک بند هفتش است که اونها پرا آزاد کرده میشن. همین از تجربه چه خیلی است؟ اینا از تاجیکستان از همین زندان مستقیما با کشورهاشون دپورتاسیون میشن یا انتقال داده میشن؟ چه خیلی است؟ آزاد کرده میشن. بعد با این دولت‌های اتحاد شوروی ما شهردنما داریم، واسطه با کشینوز که شهردنما داریم، این به واسطه با عهده وزارت کارهای داخلی گذاشته میشه. ترتیبش دیگه قانون فقط تنها اونها رو یا کم میکنه مدتشو که آزاد میکنه، اگر استاتیاش بالاتر دیگه شاید پیش بینی نمیکنه. آیا ما مثلا دیده میتونیم که همین قانون امسال از قانون‌های اف بیشتره کدام فرقیت جدی داشته باشه؟ فرقیت مقصد در ماده 11 میگه که شخصی که مثلا قانون تطبیق میشه آزاد میشه دو قسطیش هم نیز برداشته میشه. یک امتیاز به حد خوب است برای که شکل به همگان معلوم است این مسئله جدی است. مسئله مرکز اطلاعاتی اخباراتی MVD یعنی وزارت کارهای داخلی که به واسطه شخص همین پرونده جنایتی آغاز شده رو میموند، دغدغه میموند، تاثیرش با فرزندان او میرسد. همین پروبلم جدیه بسیار خوبه. یک چیزی هست که تو در قانون پیشینه نبوده که مثلا بله با 370 است تغییرات و ماده 200 نارکوتیکو یگو مخنمی قلدن یوده هست مثلا کم میکنشون رو که پرآزادشون میکنن. یعنی به حد چیه در تجربه خیلی ما بسیار میبینیم که هم 200 ماده نارکوتیک مثلا میوان میگه که گرفته فعال یگو فاکت نیست، در دست نارکوتیک نمی قپان در خونش نارکوتیک نیست استعمال نمیکنن، ما هم فعالانی شهران خرد میگه و دستگیر میکنن. او هم خیلی به حد بسیار شده. این ماده اینا برای هم شده که ماده 200 هم هر دشم اگر گفتی کشتی میگه فعالانی میگه رو میرون یگم شنه میگه یعنی فاکت هم نارکوتیک نیست و دلیل ها پرا نیست نک میره 8 سال میره 12 سال میره. برای همین وضعی سند اوف خودش یک سندی بشردوستانه دولت است که نسبت دوره نوین شخص تطبیق کرده میشه و بسیار خوبه، امتیازهای خوب دارد.